راستش بعضی وقتا گوشی رو دستت میگیری و میری یه گوشه میشینی و بعد 5 دقیقه اسکرول کردن حس میکنی همه زندگی دارن جز تو. همه موفق شدن و به چیزایی که میخواستن رسیدن، ولی تو هنوز تو همون نقطه ای. ولی سوال اصلی اینه: واقعا عقب موندی یا فقط اینجوری بهت نشون میدن؟ خب خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال ماینسمان یا همون -1. بریم ببینیم چه خبره، میخوایم چیکار کنیم، قضیه از چه قراره. راجع به اون حس مقایسه کردن خودمون با افراد موفق یا به ظاهر موفق توی فضای مجازی میخوایم صحبت بکنیم. تجربه داشتی ازش؟ اینکه چرا اصلا این حس برامون به وجود میاد و چطور، یعنی چرا ما خودمونو باید با ظاهر زندگی یکی مقایسه کنیم؟ خب ببینیم، فکر کنم برای هممون پیش اومده این داستان، چون مثلا من خودم به شخصه وقتی میشستم اینستاگرام رو نگاه میکردم، من خودم آدم سفربرو نیستم زیاد، ولی وقتی میدیدم که خیلی مثلا سفر میرن توی تعطیلیاشون، میرن حالا عشق و حالی که دارن و این چیزا، هی اینجوری بودم که خب چرا من نرم، چرا اینجوریه. خب اون حس مقایسه هستش دیگه، هی میگم به خودم که چرا من نباید برم ولی اونا باید برن. در واقع من که این ور نشستم فقط دارم سفره رو میبینم دیگه. یارو شاید یه عالمه تلاش کرده باشه برای اون سفره، یه عالمه وقت گذاشته باشه، چه میدونم پولشو جمع کرده باشه. من تو اون مدتی که اون داشته پول جمع میکرده شاید خیلی کارا داشتم میکردم، خیلی تفریحا میکردم که اون ازش گذشته. دقیقا ما وقتی که وارد پیج یکی میشیم و دنبالش میکنیم، اصولا اکثرمون میریم سراغ اون هایلایت لایف استایل یا لایف یا اون می یا مای که می نویسن و میایم ظاهر و شادی هایی که اون فرد توی فضای مجازی به اشتراک گذاشته رو با باطن زندگی خودمون مقایسه میکنیم و همش میگیم که چرا و این چراها باعث میشه که اون اعتماد به نفس از ما گرفته بشه. به قول امیر، ما نمیبینیم که چقدر اون شخص تلاش کرده تا مثلا اون سفر رو رفته یا چقدر کار کرده، چقدر زحمت کشیده که رفته اونجا، و فقط اونو میبینیم که او این فلانی مثلا رفته فلان سفر، فلان کشور یا فلان شهر و چرا من نرفتم، چرا من به اونجا نرسیدم. توی این پدیده ما یه چیزی داریم به نام فومو، Fear of Missing Out یا ترس از دست رفتن. خب نظرت چیه؟ میدونی مثلا فومو چیه؟ راستشو بخوای زیاد اطلاعات ندارم دربارش، ولی فکر کنم اینجور که تو میگی حتما تجربهش کردم. اسمش یه جوریه که احساس میکنم که قبلا تجربهش کردم. میخوای یکم توضیح بده؟ آره حتما. ببین، فومو یا Fear of Missing Out یا همون ترس از دست رفتن دقیقا اینطوریه که ما داریم زندگی یکی رو میبینیم و میبینیم مثلا طرف تو سفره، طرف تو تفریحه، طرف فلانجه فلان کار انجام میده، یه بیزنس موفق داره و اینا، و میایم خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم که او من هنوز تو خونه من جایی نرفتم، من بیزنس ندارم، من فلانم، و فکر میکنیم که اون موقعیت رو ما از دست دادیم، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. به این میگن فومو یا Fear of Missing Out. اینجور که حالا تو تعریف کردی، این فومویی که توضیح دادی، احتمال زیاد هممون تجربهش کردیم. حالا با وجود این فضای مجازی که هستش، هر کی که تو فضای مجازی باشه احتمال زیاد حسش کرده، چون بالاخره تو اسکرول که میکنی، حالا بعد از اون ویدیوی خنده داره شاید یه ویدیویی باشه از موفقیت یه نفر، بعد میبینی و به خودت میگی که این کی به اینجا رسید، چه جوری رسید، اصلا چی شد که همچین اتفاقی افتاد. و اینجوریه که آقا من چرا نرسیدم، چرا من نمیتونم به اینجاها برسم. ولی تو هنوز ندیدی که چقدر تلاش کرده براش، چقدر شبا نخوابیده، چقدر از تفریحاش گذشته. اینا رو باید همه رو لحاظ کنی. البته من یه چیزی رو بگم، ممکنه که یه سری چیزا برعکس باشه. من به یه سری افراد میگم بیزنسمنا یا بیزنس وومنای اینستاگرامی. طرفو میبینی یه مکبوک گذاشته جلوش توی یه کافه داره باش کار میکنه، یه استوری گذاشته. تو چه میدونی که اون مکبوک اصلا مال خودشه، مال دوستشه، اجاره‌ایه، یا اصلا طرف فریلنسره داره کار میکنه، بعد میگه که مثلا من بیزنسمنم و فلان میکنم و بیزنسم فلان و اینا. بعد ما داریم چی رو میبینیم؟ فقط داریم اون ظاهره رو میبینیم که طرف مثلا یه کت شلوار پوشیده توی یه کافه لوکس و با کلاسه، بعد یه مکبوک هم جلوش. آره، وقتی ما همچین تصویری رو میبینیم، خب اون حسه بهمون دست میده، همون فومایی که گفتیم. ولی خب من خودم به شخصه یکم که تو این بحثا جلو رفتم، با اون کسایی که مثلا
توی اینستاگرام و این چیزا خودشونو خیلی خوب نشون میدادن، صمیمی شدم، رفتم جلو، دیدم که این واقعیت زندگیشون نیست. دقیقاً من خودم بارها شده که دیدم که اوکی مثلا طرف داره فلان چیزو آموزش میده، بذار برم این مثلا پکیج آموزشیشو بخرم. بارها ازشون خریداری کردم و قیمتای خب نه خیلی کم نه خیلی زیاد بوده و دیدم که من به کجا رسیدم. تمام اینا مثلا آموزشای رایگانیه که توی فضای مجازی هست، توی اینترنت هست و مثلا طرف اومده به یه زبان ساده‌تر یا به زبان خودش آموزش داده و گذاشته برای فروش و تهش هیچی نبوده. و اینو هم باید بهتون بگم که بچه‌ها ما وقتی داریم یه عکس، یه ویدیو، یه استوری، یه پست از اون شخص رو می‌بینیم، فقط داریم یک لحظه از زندگی اون شخص رو می‌بینیم. پشت اون لحظه نمیدونیم چیا بوده. نمیدونیم که اون شخص اون لحظه‌ای که به اشتراک گذاشته واقعیه، چیزایی که پشتشه واقعیه یا اینکه نه صرفاً فقط یک چیز الکی و ساخته‌ایه، یا اینکه مثلا شاید هم واقعی باشه. خب اگه واقعیه پس اون تلاشاشو ما ندیدیم، اون زحمت کشیدناشو ندیدیم. پس این دو حالت، این دو دیدگاه برای زندگی افراد موفق یا به ظاهر موفق توی اینستاگرام یا سایر پلتفرم‌های مجازی وجود داره. خب حالا بحث اینه که واقعاً این چیزی که ما داریم به چشم می‌بینیم واقعیت داره یا نه. مثلا بعضی جلوتر هستن یا مثلا فقط دارن چه میدونم فیک این تصویرایی که ما می‌بینیم فقط دارن می‌سازن که چه میدونم خودشونو بزرگتر نشون بدن. و ببینیم واقعاً همچین آدمایی هستن که انقدر پیشرفت کرده باشن یا نه. خب ببینید ما یه سری آدما رو می‌بینیم که حس می‌کنیم واقعاً جلوان. یه سری هم می‌بینیم که فقط در ظاهر داریم می‌بینیم که از ما جلوترن. ولی این دوباره این دوگانگی اینجا هست بچه‌ها. ببین واقعاً بعضیا جلوترن، خب بعضیا زودتر شروع کردن، بعضیا زرنگ‌ترن، بعضی یکی پشتشون بوده، پشتوانه داشتن یا همون پارتی داشتن و یا اینکه خوش شانس بودن و زودتر به اون چیزی که می‌خواستن برسن. اما نکته اینجاست که اگر من و تو بخوایم به این فکر کنیم که فلانی از من جلوتره، فلانی مثلا 10 تا سفر خارجه رفته، فلانی 5 تا بیزنس داره، فلانی 2 تا کارخونه داره، هیچ چیزی به من اضافه میکنه؟ نه قطعا نمیکنه. ولی اگر من شروع بکنم و راه خودم رو پیش برم، یکی از دوستای من هستش، حالا امیرم میشناسه و خیلی فرد مثبتیه، اسمشو نمیارم، و ایشون میگه که هر کسی توی زندگی راه خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی یکی مثلا توی 30 سالگی به بیزنس خودش رسیده، یکی تو 25 سالگی میرسه، یکی تو 35 سالگی میرسه، یکی تو مثلا 50 سالگی میرسه. و حالا نه صرفا بیزنس، شاید هدف من یه چی دیگه باشه. هر کی راه خودشو داره و هر کی توی زمان و مکان مشخص خودش به اون چیزی که میخواد میرسه. پس ما باید راه خودمون رو پیش بریم، نه اینکه صرفا بخوایم خودمون رو فقط مقایسه کنیم. این مقایسه کردن هیچ چیزی رو پیش نمیبره واقعا. آره این جلو رفتنم ضمن اینو بگم که یهو قرار نیستش که یه اتفاق بزرگی تو زندگیت بیفته. تو وقتی شروع میکنی، ما اصلا کانال به خاطر همین شروع کردیم که وقتی که اولش شروع میکنی خیلی اوقات میشه که ناامید میشی، میگه آقا من این همه تلاش کردم ولی خیلی از من جلوتر رفتن، چجوری میشه؟ چرا اینقدر اتفاقای عجیب میفته؟ مگه من تلاشمو نمیکنم؟ چرا من به جایی نمیرسم؟ اینا هستش. ولی خب همیشه تو جایی که تو کمترین انرژی رو داری، کمترین اعتماد به نفس رو داری، اونجاست که یه اتفاقی میفته که کلا زندگی تو دگرگون میکنه، انقلاب توش ایجاد میکنه. اینو به شخصه تجربه کردم، پارسا هم فکر کنم قطعا تجربه کردم. تو تنهایی خودت یهو فکر میکنی که فلان چیزو شروع کنم شاید کارم بگیره. دقیقاً. امیر به نظرت با این حسه باید چیکار کنیم؟ ببین به نظر من باید قبول کنیم که این حسه هم برای من هست، هم برای تو، هم برای بچه‌ها. باید یه جور باهاش کنار بیایم، یعنی باید قبولش کنیم، انکارش نکنیم. باید بگیم که آقا هستش، ما باید باهاش بریم جلو، کاری هم نمیتونیم بکنیم. اما نباید بذاریم تأثیر بذاره رو کارهایی که میخوایم در طول روزمره‌مون انجام بدیم. مثلا من میخوام کارهای روزمره انجام بدم، وقتی یه تصویر میبینم که آقا یکی از من موفق تره، نگم چه وضعشه، من نمیخوام کارم انجام بدم، من به جایی نمیرسم. نه اصلا این درست نیستش. قطعا به جایی میرسی، فقط باید تلاشتو بکنی. باید اون روند پیشرفت تو، به نظر من، به نظر شخص خودم، خب اینم بگم که این کار خیلی سخته برای خودم حداقل، اینکه پیشرفتای روزانه تو بنویسی.
نوشتن پیشرفت‌های روزانه بعد از یه مدت که ورق میزنی نگاه میکنی میگی من مثلا هفته پیش اونجا بودم الان اینجا، خیلی میتونه تاثیر بذاره رو اعتماد به نفست، خیلی بهت کمک میکنه. ولی قبول دارم سخته، ولی خب بالاخره اگه قرار بود همه موفق بشن که همه موفق میشدن به راحتی. اگر قرار موفق بشی به یه جایی برسی بعد سختیش هم به جون بخری، کار دیگه ای نمیتونی بکنی. بالاخره باید تاوانش رو پس بدی. تاوانش میتونه اون سختیه باشه. و اینکه ببین ما هممون توی یه رقابتی قرار گرفتیم تو دنیای امروزی، مخصوصا بعد از اینکه به نظر من شخصیه این نظرم اینکه وقتی که اینستاگرام اومد توی کل دنیا پخش شد و کلی کاربر واردش شدن، ما هممون توی رقابت با هم دیگه قرار گرفتیم. بله. ولی به نظر من ما باید این رقابت رو شخصی بکنیم. من خودم تا شاید چند وقت پیش توی این رقابت بودم و حس میکردم که عقبم فلانم، چه میدونم مثلا چرا من مثلا درآمدم انقدر نیست، درآمد فلانی مثلا انقدره، چرا من بیزنسم نمیگیره فلانی میگیره. و بعدش دیدم که بابا چیکار داری میکنی؟ یه ذره صبور باش، یه ذره صبر کن، راه خودت رو پیش برو و رقابتتو بذار رو خودت. سعی کن از روز قبل خودت، از دیروز خودت، از ماه قبل خودت بهتر بشی. و دیدم که نه، زندگی واقعا جذابتر شده برام، حتی با تمام سختیاش، با تمام مشکلاتی که شاید هر کسی داشته باشه تو زندگیش. هم که نه، میشه کنار اومد و میشه پیشرفت کرد هنوزم. آره، حرف پارسا به نظر من خیلی درسته. تو باید خودتو با دیروزت مقایسه کنی. دیروزت اگر انسانی بوده که تو الان امروز بیشتر از اونی، به نظر من خیلی برات مثبته. ولی خب یه بحثی هم هستش که من بخوام بگم اینجا، اینه که تو هر روز نمیتونی بهتر شی. ممکنه مثلا شخص خودم یه کاری دارم انجام میدم، میرم جلوی یهو مریض میشم، خب حالم بد میشه، یه روز نمیتونم از جام پاشم. خب یعنی این که نسبت به دیروزم کمتر شدم، الانم یه خورده صداش گرفت. الانم که یکم مریض احوالا صدام گرفته. ولی دقیقا اینجوری نیستش. تو بالاخره یه زمانایی هست که به استراحت نیاز داری، به ریکاوری نیاز داری. به نظر من اونجا نقطه‌ایه که باید ثابت بمونی، نه اینکه بیای پایین. هی با فکر به خودت نگو که آقا من عقب موندم فلان بسار. نه، اینا رو بریز دور. به نظر من بچسب به این که زودتر ریکاوری کنی، برگردی به حال خوبت و دوباره شروع کنی رشد کردنت. حالا ممکنه که یه روز طول بکشه، 2 روز، یه هفته، یه ماه، معلوم نیستش، اصلا معلوم نیست. زندگی معلوم نمیکنه چه اتفاقی میفته. ولی تو باید هر موقعی که تونستی به اون رشدت ادامه بدی. حالا یه چیز دیگه هم که مهمه، اون هدف گذاشتن و ساخت عادت هست که ما گفتیم. ببین ما نباید اون هدف تهمون رو ببینیم، اون انتهای مسیر رو ببینیم. خب میگن چی؟ میگن از مسیر لذت ببر. اگه ما بیایم فقط اون هدف انتهایی رو ببینیم، نمیتونیم براش تلاش بکنیم. چرا؟ چون که سختیاش و چالشاش بیشتر به چشم میاد. اما ما اگر بیایم اونو به هدفهای کوچیکتر و کوتاهتری تقسیم بکنیم، اوکی مثلا من میخوام یه کاری را بندازم که فروشنده به خارجی ها باشم، یعنی خریدارام خارجی باشن. خب من نیازمند چیم؟ نیازمند زبان حالا انگلیسی یا زبان اون کشوری که میخواد ازش برام خریدار بیاد هستم. نیازمند خوندن یه سری کتابایی هستم که برای مراودات تجاری با بقیه کشورهاست، یا نیازمند اصول بازرگانی هم. خب ببین اینا مثلا من 4 تاش الان کوچیک پیدا کردم فی‌البداهه. من اگه این 4 تا کوچیکو مثلا اولیش که زبانه رو برم به دست بیارم بهتره، یا اینکه نه هی بگم که ای بابا چرا من نمیتونم بفروشم؟ نمیشه دیگه. آره دقیقاً. خب بریم به نتیجه برسیم. آره دیگه، فکر کنم موقع جنبندیه دیگه. اول تو بگو. خب تا الان فهمیدیم که آقا همه موفق نیستن، یا اگر اونایی هم که واقعا موفق دارن تو فضای مجازی نشونش میدن، یه تلاشی، یه سختی اون پشتش بوده. آره دقیقاً. تو چی میگی؟ ببین من بخوام یه جمع‌بندی کلی بکنم، اینه که تو این موضوعی که حالا صحبت کردیم، اینه که تو بالاخره اون حسه رو دریافت میکنی، حس مقایسه رو. فقط بهش جون نده، بزرگترش نکن. بگو که آقا این هستش، اوکی، زیاد بهش اهمیت نده، به پیشرفت خودت فکر کن. فقط این که هر روز بهتر بشی برات مهم باشه، نه چیز دیگه. و اگه تو یه روز حتی یه قدم کوچیک برداشتی برای اینکه
به جلوتر بری، مطمئن باش از خیلی از اون کسایی که به ظاهر دارن خودشون رو موفق نشون میدن جلوتر. یه بحث دیگه ای هم که هستش که مونده اینه که حالا تو ویدیو هم گفتم الانم میگم، به خودت وقت ریکاوری بده، به خودت وقت استراحت بده. بعضی اوقات واقعا دیگه نمیشه جلو رفت، بعد یکم به خودت استراحت بدی، یکم پلن‌ها رو، برنامه‌ریزی‌ها رو نگاه کنی ببینی چه جوریه، شاید اصلا یه جاش اشتباه باشه. ممکنه که اصلا تو وقتی داری میری بالاتر با خستگی ادامه بدی و اون خستگی یه ضربه سنگینی بهت وارد بکنه که بیای پایین‌تر. اما اگه یه استراحت کوتاه داشته باشی بعد دوباره ادامه بدی و اون مسیرت، قطعاً با انرژی بیشتری میتونی پیش بری. آره، نذار که این خستگی باعث پس رفتت بشه. بالاخره آدمی به استراحت نیاز داری، اینو جزء زندگیت قرار بده. همین. به خودت بیا.